منتخب نورسان و جوانان صنعت محاربه‌های آمیخته کشور بعد برآمد با موفقانه در چمپیونات جهان به وطن برگشت. مسابقه مذکور از 20 تا 27 ایول سال روان در شهر العین امارات متحده عرب برگزار گردید. در شورابینی مذکور زیاد از 1000 رزمیکار از 28 کشور برای به دست آوردن مقام‌های افتخاری تلاش نمودند. هیئت منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان عبارت از 54 نفر ورزشکار امیدبخش در این مسابقه سطح بلند شرکت کرده به دستاوردهای نظررس شرفیاب شدند. رزمیکاران کشور را ضمن بازگشت در فرودگاه بین المللی پایتخت مربیان، والدین و دوستان و پیوندان صمیمانه پیشواز گرفتند. چمپیونات جهانی که گذشت بسیار یک چمپیونات جهانی مشکل و مرکب بود که ما سالهای پیش چنین وزنی رو دیدگی نبودیم، برای که در این سال 1050 نماینده از 60 دولت دنیا اشتراک میکرد و به این نگاه نکرده ما توانستیم 8 مدال طلا به دست آوریم که در عموم جای سوم رو اشغال کردیم. در پیش مسابقه است، مسابقه انتخابی برای بازی‌های آسیایی که در آنجا صنعت محاربه‌های آمیخته اشتراک میکنند. در شهر منامه بحرین در آخر ماه اوگوست و بازی‌های آسیایی که در ماه اکتبر باز در بحرین که 21 نمود ورزش اشتراک میکنه. البته ما هم در اون اشتراک میکنیم. باید ابراز داشت که در تاجیکستان صنعت محاربه‌های آمیخته یکی از رشته‌های دوست داشتنی در میان جوانان و نورسان بوده. صف علاقه‌مندان آن سال از سال به مراتب بیشتر می شود. رهبریت فدراسیون پیوسته مسابقه‌های داخلی را برگزار نموده با این وسیله بهترین ها را انتخاب می نمایند. همین است که ورزشکاران ما در چمپیونات جهان در عموم 23 مدال از جمله 8 طلا، 7 نقره و 8 برنج به دست آورده در جدول عمومی مسابقه مقامی سوم را صاحب شدند. این نتیجه در قیاس با سالهای قبل خوبتر بوده گواهی از آن می‌دهد که این نمود روز از روز در تاجیکستان رشد و نمو می‌یابد. من زاکرов کشور در وزن 93 کیلوگرم در شهر العین ابودابی در مسابقه چمپیونات جهان 4 رقیب داشتم. 3 رقیبم رو مغلوب کردم. 2 تاش از ازبکستان، تاش از قزاقستان بود و در فینال با اوکراین افتادم و مغلوب شدم. 2 دیگر حرکت میکنم که با وطن تاجیکستان مدال طلا رو با دست بیارم. البته که این پایان کار نیست. به اطلاع مسئولین در ادامه سال 2025 چندی از مسابقه های سطح بین المللی رزمیکاران ما را انتظار است. ورزشکاران میهن از این به بعد تمرین های دست جمعی را بیشتر راه اندازی می نمایند، زیرا هدف یک است: معرفی هرچی بیشتر تاجیکستان در سطح بین المللی.